ببین منو خیلی خودجوش، پاشو دوربین 100 میلیونی تو بردار تا با هم بریم از این بی‌حجابایی که ازشون بیزاریم فیلم و عکس بگیریم. بنده از همه کسانی که اینجا کشف حجاب کردن بیزارم. ما حجابانا خودجوش تو مترو بی‌حجابا مؤدب و محترمانه میگیم عزیزم شالت. گفتن شالت عزیزم و عکاسی و فیلمبرداری از شما هم که مجوز خاصی نمیخواد. کشور مجوزی راجع به این موضوع صادر نکرده. اصلا نیازی به صدور مجوز نداره. این امر معروف و نهی نیازی به مجوز نداره. ایول، پس امر به معروف و نهی از منکر مجوز نمیخواد. بنگاهداری میکنن. بانک‌ها بنده همینجا تو همین جلسه یه بار گفتم بابا جلو بنگاهداری بانک‌ها رو بگیرید. پس بریم سراغ بانک‌ها حاجی.